سرور کائنات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه صحابگان نشسته بودند که ناگهان امر آمد و فهمید که سعد ابن معاذ از دنیا گذشته است. دوان داخل خانه خود شد و سلح و جامه خود را گرفته دوان به سوی جنازه شد. وقتی صحابگان این حال را دیدند در تعجب افتادند، گفتند یا رسول خدا و کجا اینقدر سراسیمه هستید؟ رسول خدا گفتند که سعد ابن معاذ از دنیا گذشته است. و جنازه او 70,000 فرشتگان حاضر شدند. میخواهم که زودتر در آنجا باشم. میگه دوان بودند در راه سلح و جامه خود را پایافزارهای خود را میپوشید. وقتی رفتن میدیدند که البته رسول خدا صلی الله علیه و سلم از همه چیز آگاه بود و دیدند که 70,000 فرشتگان در جنازه او حاضر شدند و عرش در لرزه درآمد. البته سعد ابن معاذ انسانی بود که در 30 سالگیش اسلام را قبول کرده بود و در 36 سالگیش چیکار کرد؟ این دنیا فانی را ترک کرد. بینید که در 6 سال طاعت و عبادت پروردگار را میکند. 70,000 فرشته و جنازه او حاضر می شود. وقتی رسول خدا آمدند جنازه کردند، دفن کردند، میگه گریه میکردند. البته صحابگان گریه ای رسول خدا را میدانستند. گفتند یا رسول الله چرا شما گریه میکنید؟ رسول خدا گفتند بینید که سعد انسانی بود که در 6 سال در قلبش فقط نور ایمان بود، خدا بود، رسول بود. در 6 سال از دنیا گذشت پس از اسلام را قبول کردند و امروز جان را به جانان سپارید و 70,000 فرشته در جنازه او اشتراک میکند و همچنین عرش در لرزه در آمده است. امروز ما تکبری میکنیم، امروز ما کبر و غرور میورزیم. به خاطر چی؟ به خاطر 2 رکعت نمازی که میخوانیم از گردن ما ساقط میشود. نمیدانیم که آیا این نماز ما قبول شد یا اینکه نه. اما تکبر ما، کبر و غرور ما از حد زیاد است. به خدا که تکبر ما از حد زیاد است. امروز در حالت مستی و دیگر خدا را فراموش میکنیم. هست انسان هایی که پس از پیر شدن در طاعت و عبادت پروردگار میشوند، اما نه آنه که با صدق و دل. ما امروز تکبری به چی میورزیم؟ به خاطر 2 رکعت نمازی خواندگیمان، به خاطر 1 بار حج کردگیمان. اما نمیدانیم که نیمی همین سعد ابن معاذ بر ما نصیب می شود یا اینکه نه.